یک قسمی بازار کاروان هم از آن دختری پرزیدنت شد. احتمال رادیوی صدای خراسان و آزادی در تاجیکستان بسته شود. خالق نظرов پیشنهاد دادن منبر برای روحانیان سرشناس در مبارزه با حرکت‌های افراطی را بی‌فایده خواند. نورالدین سعید یگان دستور برای جمع‌آوری مبلغ به خاطر تعمیر مکتب‌ها قبول و امر نشده است. در ناحیه باختر ختلان ترکیش رخ داد. خشکاری‌های روزنامه کویتی از جنایت‌ها و علاقه‌های محرمانه امام علی رحمان. یک قسم کاروان کلانترین بازار شهر دوشنبه و تاجیکستان را یکی از دختران پرزیدنت تاجیکستان مالکیت خود گردانده است. این قسمت بازار که دارای 5 دری درآمدگاه می باشد و مکان یک لغ فروشی یا به اصطلاح آبتاوی به حساب می رود، از دست خورشید مشربوف پسر خال مشربوف سابق رئیس ناحیه رودکی که بازار مذکور در زمان رهبری او ساخته شده بود گرفته شده است. بازار کاروان که تأسیس یابیش به سالهای 90 راست می آید در یک مکان گشاد و درآمدگاه پایتخت از قسمت جنوب قرار دارد. مساحت زمینش 10 هکتار بوده، سالانه صدها میلیون سومانی به صاحب ملکان و بودجه تاجیکستان درآمد وارد می کند. صاحب ملک اساسی فرزندان خال مشربوف هستند. هرچند از گرفتن یک قسمت بازار از طرف عائله چند ماه سپری شده است، تا حال یگان طرح تعمیرات یا از نوسازی انجام نشده است. تا به امروز راهبریت کاروان از افشای معلومات عاید چند درصد سهمیه ها را فروختن یا هدیه دادن خودداری میکنند. اما خبرها در این خصوص چند ماه است که ورد زبانی شاهدان است. احتمال روزهای نزدیک چند رسانه خبری جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان بسته شود. مقامات بخش تلویزیون و رادیوی صدای خراسان جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان را با ترغیب و پشتیبانی از حزب نهضت اسلامی ممنوع شده و فعالیت جاسوسی مقصر می‌دانند. در کنار این درباره رادیوی آزادی نیز که مبلغ گذارش کنگره امریکاست سر و صداها پیدا شدند. در رسانه‌های دولتی تاجیکستان هم درباره فعالیت به اصطلاح جاسوسانه رسانه‌های ایران زیاد حرف زده می‌شود. 10 ایول در برنامه سیاست رسانه‌های خارجی در رادیوی تاجیکستان در قطار رادیوی آزادی BBC درباره رسانه‌های ایران در تاجیکستان هم یادآور شدند. در این برنامه گفته شد که رادیوی آزادی صرف مال دولت امریکاست و از خط کشیده این دولت و سیاستش بیرون نمی شود، در حالی که آزادی خود را بی‌طرف و رسانه مستقل می‌خواند. در این برنامه جاوید مقیم سابق کارمند رادیوی آزادی که خود چند سال در تشکیلات‌های خارجی فعالیت کرده است گفت رادیو و سامانه آزادی به تبلیغ فرهنگ غرب در تاجیکستان مشغول است و رسالتش نزاع و همجنسگرایی را ترغیب کردن می باشد. عبدالله راهنما سردار ریاست بین المللی مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت که خود تحصیل کرده ایران است گفت آزادی از روز اول تأسیس یابیش خط نزاع است. این در حالی است که با وجود این همه رادیوی آزادی یکی از فعالترین رسانه‌های خبری در تاجیکستان به حساب می رود و دیگر نشریه‌ها بیشتر این رسانه را با خود همچون منبع قرار می دهند. تا حال موقع آزادی و صدای خراسان و BBC عاید با پخش این مواد علیهشان در رسانه‌های دولتی روشن نشده است. خالق نظرов پیشنهاد دادن منبر به روحانیان سرشناس در مبارزه به حرکت‌های افراطی را بی‌فایده خواند. خدایبردی خالق نظرов رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان پیشنهاد حاجی میرزا برای مبارزه علیه افراطگرایی طریق ارائه منبر به روحانیان معروف را امروز 11 ایول در پاسخ به سؤال آزادگان به تأثیر خوانده گفته است. موعظه دوملاهای معروف نمیتواند علیه تاکتیکی سازمانهای افراطی از جمله دولت اسلامی تأثیر داشته باشند. امیسرهای دولت اسلامی با تاکتیکی بسیار معاصر و امکانیت‌های وسیع تبلیغات را پیش میبرند و با چند زبان در اینترنت مواد تبلیغاتی نشر میکنند. با راه‌های کلاسیکی و عنعنوی امکانات گرفتن راه افراطگرایی کم میباشد. حکومت فعلا علیه افراطگرایی تبلیغات گسترده خود را در نواحی راه اندازی کرده است. بعد عملیات روسیه در سوریه تعداد جنگیان دولت اسلامی از کشورهای مسلمانی کاهش یافته است. قبلا حاجی میرزا روحانی معروف تاجیک توسط رسانه‌های مستقل اظهار داشت که تنها زندانی کردن جوانان راه جلوگیری از افراطگرایی نیست
و پیشنهاد نموده بود که برای مبارزه علیه حرکت دولت اسلامی و دیگر سازمان‌های افراطی به روحانیان معروف کشور منبر داده شود. وزارت معارف و علم جمع‌آوری مبلغ برای تعمیر مکتب‌های تحصیلات میانه عمومی را در تاجیکستان غیرقانونی خواند. نوریدین سعید وزیر معارف و علم امروز ضمن نشست مطبوعاتی گفت که از طرف وزارت معارف و علم یگان دستور برای جمع‌آوری مبلغ برای تعمیر مکتب‌ها قبول و امر نشده است. مبلغ ماهانه‌ای که هر ماه از خوانندگان برای درس علاوگی طلب کرده می شود باید توسط بانک و صورت حساب مخصوص مکتب پرداخت کرده شود. پرداخت غیر بانکی این مبلغ عمل غیر قانونی است و در صورت آشکار شدن این حالت وزارت در همکاری با وزارت کارهای داخلی چاره می بیند. پدر و مادران در این باره باید با وزارت همکاری داشته باشند. هیچگاه مبلغ را به دست آموزگار نسپارند. وقتی مبلغ به دست آموزگار یا مکتب فرستاده شد فساد است. در صورت طلب کردن مبلغ تعمیر و یا ماهانه مکتب پدر و مادران باید به تلفن باوری وزارت معارف و علم مراجعت نمایند. بعد از ظهر شنبه 9 ایول در یک نقطه فروش سوزشواری در ناحیه باختر ترکش رخ داده بر اثر آن یک نفر به هلاکت رسید و 17 نفر دیگر مجروح شدند. حادثه در یک نقطه بنزین فروشی واقع در شهرهای قرغان‌تپه کلاب اتفاق افتاده است. در این باره رادیوی آزادی خبر می‌دهد. بنا به اطلاع منبع از شعبه قبول بیمارخانه ولایتی به نام بوری واحدوف گفتند که در حال حاضر وضع سلامتی سه تن از زخمی‌ها سنگین میباشد. فردی که در این حادثه جان باخته است علی خان ملخوی 35 ساله ساکن جماعت باخترآباد شهر سربند بوده است. سلیمان ایسایف سردار ستاد اوید به حالتهای فوق‌العاده و مدافع گرجدنی ولایت ختلان گفته است که این حادثه از به احتیاطی و بر اثر ترکش لوله‌های گاز رخ داده است. از اداره آتش نشانی ولایت ختلان گفتند که ترکش زمان رخ داده که یک ماشین دولان در این نقطه سوزشواری مواد سوخت خالی میکرد. خسارات مالی این فلاکت تا حال معلوم نشده است، اما به جز این نقطه بنزین فروشی همچنین یک مغازه، یک طربخانه و چند منزل استقامتی که در پهلوی نقطه فروش سوزشواری قرار داشتند آسیب دیدند. روزنامه القبس کویت عاید تضادهای حاکمیت در تاجیکستان و جنایت‌های رئیس جمهور امامعلی رحمان و عائله‌اش مقاله بزرگ نشر کرده است. در این مقاله از نبودن برق و راه و اما ساخته شدن قصرهای بزرگ و تئاتر و کتابخانه‌های که کسی به آنجا نمی‌رود، دزدی‌های مبلغ بودجه، فروش زمین‌های تاجیکستان، مینوشی زیاد اعضای حکومت رحمان و خود او، جنایت‌های رستم امامعلی و غیره سخن رفته است. همچنین این روزنامه از رابطه‌های محرمانه امامعلی رحمان با دختران جوان و اسرار محرمانه بعضی از اعضای خانواده اش پرده برداری کرده است. ترجمه مختصری مقاله را می توانید در سامانه پیام نت مطالعه نمایید.